ایست، این سبد فتنه‌گره. امید مال غرب زده هاست. رهبر گفت اقتصاد شکوفا. تو چرا خالی؟ قیمت‌ها موشکوار اما حقوق‌ها لاک پشتی. این تورم جهاد اقتصادیه. احتکار، دشمن داره سبد خالی میکنه. ما بسیجیم، جیبمون پره، مردم مقاوم باشن. گرانی توهمه، برو بسیجی شو تا نون بگیری. جهاد، من هر روز جهاد میکنم تا زنده بمونم. 1000 برای 4 تا نون. دیروز کمتر بود. نان گرانتر برای جهاد مقاومت. صبر کنید، به قله ها نزدیک هستیم. بعد مرگتون. تورم دروغ دشمنه. غر نزن، ما نونمون تضمینیه. رهبر عزیز، اقتصاد گلوبال. دشمن دزدی. با این پول هر چی بخوام بگیرم نمیشه. خدا چیکار کنم؟ برای دستمزد انقلاب. این همه جهاد برای این. اقتصاد مقاومتی. امیدوار باش، به قله نزدیک میشیم، دشمن شاد نشه. زنده موندن یعنی همین، با وعده زندگی کن. این اشک فتنه است. بسیجی شو تا شکم پر بشی. اینا قیمت امید رو زدن اما نتونستن بفروشن. فردا هم میرم حتی برای یه تیکه نان، اما با شرف. مردم گرسنه، انقلاب قوی تر. بسیجی های احمق. امید هنوز زنده است علی رغم این اسکل. قیمت زنده موندن بیشتره، اما امیدو نمیخرن بسیجی های اسکل خامنه ای. فتنه